لیوانمون چطوره؟ الان با یه ویدیوی تست. لیوانمون نوشیدنی که اسمش رو ببینم. حالا کاسل اومدیم با تست نوشیدنی. کاسل اسپارکل. درست گفتم؟ بله درست گفتم. امروز اومدیم با تست کاسل اسپارکل. طعمای مختلفش این طعمش بودن. بریم بازش کنیم ببینیم چه سمی. در باز کن. نه در باز کن نداریم. یه در لبش رو باز میکنیم و اینو میذاریم این لبه یه دونه باز بشه. یه نمام از این بزنیم. دوربین رو درستش کنم. درش لیوان همین الان شستم که یه قطرات روش بمونه که خوشگلی بکنه. نمیدونم با چه طعم میشه گرفتیم. امیدوارم دستمال استندم شکست و مجبورم به دستمال کاغذی تکیه بدم. امیدوارم ارزش داشته باشه 32 تومن، چون آیس مانکی 29 تومنه و این 32 تومن. یعنی من از 40 تومنه من دارکوب خریدم که تخفیف زده و شده بود 32 تومن و ما تستش کنیم و ببینیم چجوریه. همون پاستیل نوشابه‌ایه. یعنی داره انگار پاستیل نوشابه‌ای میخوریم. چه فرقی با پاستیل نوشابه‌ای نداره. این به نظر طعمش که من گرفتم به نظر من پاستیل نوشابه‌ایه. مطمئناً پاستیل نوشابه‌ایه.